سلام به همه دوستان گرامی. باز هم میاییم به ویدیوی سوم درس اول بخش محاوره سطح یک. در ویدیوی سوم درس اول بخش محاوره ما شما میخوانیم که چطور میتونیم با استفاده از ویدیوی اول و ویدیوی دوم درس اول بخش محاوره میتونیم یک متن کوتاه معرفی خود را نوشته بکنیم. سوالات و جواباتی که مثلا در درس اول بخش احوال پرسی و همچنان بخش معرفی ما و شما کردیم، با کمک آن میتونیم یک متن کوتاه معرفی خود بنویسیم. مثلا میگیم که هالو، سلام، mein Name ist و یا هم ich heiße احمد صمیمی. یعنی از این دو جمله میتونید شما یکشان استفاده کنین، هر یکشان که شما استفاده میکنین. مثلا میگین که mein Name ist احمد صمیمی، میگه اسم من است احمد صمیمی. و یا هم میتونید که نوشته کنین که ich heiße احمد صمیمی. Ich bin 27 Jahre alt. میگه من 27 ساله هستم. und komme aus Russland و از کشور روسیه هستم. Momentan wohne ich in Friedrichstraße 12 Koblenz. میگه حالا زندگی میکنم من در کوچه پریدریخ آپارتمان و یا هم خانه 12 کوبلنز، شهر کوبلنز. Ich bin Arzt von Beruf. میگه وظیفه من میگه من دکتر هستم. و یا هم تحت لفظی اگه بگوییم وظیفه من دکتری است. Und derzeit arbeite ich als Assistenarzt in Heidelberg و یا هم کابل اونیکلینیکوم. و فعلا در درس دوم خواندیم که ما و شما مثلا در اینجا ببینید، در اینجا مومنتان استفاده کردیم و در اینجا دیرزاید. پس امی کلمات مترادفی که در آنجا بر شما گفتیم، شما مثلا اگر تکرارا میخواین آن را استفاده بکنین، پس کوشش نکنید که شما همان یک کلمه مثلا مومنتان است، اینجا باز ضرورت همین کلمه است، ما باز اما مومنتان را دیگه استفاده کنیم. نه خیر، شما باز باید که کلمات مترادف آن، کلمات مترادف مثلا مومنتان گفتیم که مومنتان است، مومنت است، دیرزایت است، زورزایت است، اینها همه کلمات مترادفشان است. پس بعدا اگر به تکرارشان ضرورت شد باید کلمه مترادفشان استفاده شد. مثلا در اینجا دیرزایت استفاده، اینجا مومنتان استفاده کردیم و در اینجا هم باز دیرزایت. اون derzeit arbeite ich als Assistent و فعلا ما به حیث دکتر ترینی، اسیستنت به معنای دکتر ترینی است. in هایدلبرگ و یا هم کابل اونیکلینیکوم. میگه به حیث دکتر ترینی در شفاخانه تدریسی هایدلبرگ و یا هم شفاخانه تدریسی کابل کار میکنم. و یا هم این اونیکلینیکوم به معنای شفاخانه تدریسی. و باز خود شفاخانه را چی میگه؟ خود شفاخانه را باز مثلا میگیم که ما به حیث دکتر ترینی در شفاخانه جمهوریت کار میکنیم، باز میگیم که جمهوریت کانکناوس. خود شفاخانه را کانکناوس میگم. دیگه میگیم که meine Muttersprache ist Deutsch. میگه زبان مادری من آلمانی است. Ich kann auch Persisch und ein bisschen Englisch sprechen. میگه من میتونم که زبان دری و یا هم فارسی را صحبت کنم و همچنان میتونم که یک کمی زبان انگلیسی را هم صحبت کنم. Meine Hobbys sind die Reise, Lesen, Singen und Fußball spielen. میگه سرگرمی های من هستند reise سفر کردن، lesen از روی خواندن، singen آهنگ خواندن und Fußball spielen و همچنان فوتبال بازی کردن. پس به این نام میتونیم که
با کمک از ویدیوی اول و ویدیوی دوم درس اول بخش محاوره میتونیم یک متن کوتاه معرفی خود نوشته بکنیم که این یک بخشی از امتحان هم است. یعنی امتحان سطح یک شما یک بخشتان این بخش سپریشن و یا هم بخش گفتگو یا صحبت کردن یک بخششان اینمی است که شما باید خود را معرفی کنید. پس با استفاده از ویدیوی اول و دوم بخش محاوره شما میتونید که این طور یک معرفی کوتاه نوشته کنین و در امتحان ازشان استفاده بکنین. پس این هم بود ویدیوی سوم درس اول بخش محاوره سطح یک. برای دروس دیگر و ویدیوهای دیگر درسی کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نموده و ما را از طریق همین چینل و یا همین کانال دنبال نمایید.